درود عزیزان، به بیدار استودیو خوش اومدید. من کیمیا هستم. توی این ویدیو مرحله به مرحله سایه پردازی یک کره آبی رو با مداد رنگی یاد میگیریم. قبل از اینکه شروع کنیم چند لایه روزنامه و کاغذ زیر مقوایی که میخوایم روش مداد رنگی کار کنیم میذاریم. چون در این صورت سایه پردازی ما نرمتر و روونتر میشه و کار با مداد رنگی خیلی راحت تره. من مقوای اشتنباخ رو انتخاب کردم که در اصل برای یک شرکت آلمانیه. برای اینکه مقواتون اصل باشه به لوگوی اشتنباخ هک شده روی مقوا دقت کنید. پشت مقوا برجسته است و روی مقوا فرو رفته. من از قبل دایره رو با مداد رنگی قهوه‌ای روشن روی مقوا براتون کشیدم. میتونید از رنگ‌های غالب توی کار یا مکمل اون استفاده کنید. حواستون باشه هیچ وقت با مداد سیاه طرحو نکشید. همیشه زیر دستتون کاغذ سفید بذارید. میتونه ابعادش A5 باشه. چون در غیر این صورت گرافیت مداد در اثر اصطکاک با دست شما پخش میشه و کارتون چرک و کدر میشه. اگر مثل من راست دست هستین برای کار با مداد رنگی و سایه پردازی حتما از طرح سمت چپ مقوا شروع کنید. اگر چپ دست هستین بالعکس از سمت راست شروع کنید چون دست شما روی بخشایی که سایه پردازی کردین قرار نگیره و کارتون درخشان بمونه. خب با قسمت تیز نوک مداد شروع میکنیم و با پهنای اون ادامه میدیم. شاید باورتون نشه اما برای سایه پردازی یک کره آبی ما به طیف زیادی از رنگ‌ها نیاز داریم. تو سایه پردازی به شیوه نرم لایه به لایه آروم و به تدریج رنگ‌ها رو روی هم اضافه می‌کنیم. فراموش نکنید که کار با مداد رنگی دقت و صبوری زیاد می‌طلبه. به صورت مدور و بیضی‌وار مداد رو روی مقوا می‌کشیم. خیلی نرم و سریع اما با فشار اندک. حواستون باشه دستتون رو اصلاً فشار ندید. فشار دست شما نباید زیاد باشه. در واقع یکی از نکات خیلی مهم برای کار با مداد رنگی کنترل درست و مناسب فشار دسته. لایه به لایه رنگ‌های پایه رو اضافه می‌کنیم. برای بخش‌های سایه کار از رنگ‌های مکمل استفاده می‌کنیم. برای کره آبی ما از انواع نارنجی‌ها می‌تونیم استفاده کنیم. حواستون باشه چون در نهایت حجم کروی رو می‌خوایم نشون بدیم باید جهت سایه پردازی‌ها با خطوط منحنی در جهت فرم کره باشه. با رنگ‌های روشن سایه‌هامون رو محو و یک دست می‌کنیم مثل این آبی روشن. همیشه سایه‌های آبی با رنگ‌های تیره به دست نمیاد. خیلی وقتا قرمز نارنجی، سبزآبی و انواع قهوه‌ای‌ها رو باید به کار گرفت. لایه به لایه با کنترل فشار دست و حرکت مدور مداد. حالا که رنگ‌های پایه رو زدیم و مطمئن شدیم فشار دستمون رو یک کمی بالا میبریم. از انواع قهوه‌ای و بنفشا برای پخته شدن رنگ سایه‌ها استفاده می‌کنیم. حتما تو هر کاری هر چند دقیقه یک بار کارتون رو از فاصله بیشتر ببینید. دست نگه دارید، ببینید و دوباره ادامه بدید. چون کره ما آبیه پس یک رنگ آبی رو به عنوان رنگ اصلی در نظر میگیریم و با اون نورها و سایه ها رو یک دست میکنیم. با تیزی نوک مداد دور تا دور کارمون رو مشخص میکنیم.
خب حالا میرسیم به بخش جالب و البته دشوارتر ماجرا. سایه کره روی زمینه. و فاحش‌ترین و رایج‌ترین اشتباه برای سایه زدن زیر اجسام اینه که خطوط مرزی بکشیم و توشو پر کنیم. در صورتی که سایه ها هیچ وقت مرز مشخص ندارن. لایه به لایه از روشنایی ها به تیرگی ها میریم. میتونیم از انواع خاکستری های سرد و گرم استفاده کنیم، اما سیاه نه. در واقع از مداد رنگی سیاه خیلی محدود برای ایجاد کنتراست زیاد استفاده میکنیم. هرچه سایه به کره نزدیکتر باشه تیره تره و هرچه دورتر محوتر و روشنتر. در سایه های زمینه معمولا شاهد یه بازتاب از رنگ غالب بر اون شی هستیم. پس از رنگ آبی خیلی آروم و نرم استفاده میکنیم. در پایان با یک رنگ خیلی روشن مثل خاکستری خیلی روشن همه رنگ ها رو با هم یک دست میکنیم. اگر مایلین تو ویدیوهای بعدی معنی رنگ آبی رو هم بدونین تو کامنت ها معنیشو برام بنویسید. با سپاس.